فرهنگ حمید واژه درنگ را چنین معنی کرده: درنگ، توقف، تأخیر، دیر کردن، سستی و آهستگی، ثبات، آرام، زده شتاب. دانسته نمی شود که این واژه در کدام کلمه پارسی ریشه دارد، ولی وقتی به پشتو مراجعه کنیم ریشه و شکل اصلیش را در خواهیم یافت. در پشتو درنگ از دریدن به شکل دریدن نمایندگی می کند. به این ترتیب دریدن، دریدن، ایستادن، توقف، مکث. دریدن گونه خاصی از دریدن بوده که در لهجه کندهاری معمول است. چون برخی از کندهاری ها در پسوند اکثر افعال آوای گاف را اضافه کرده و تلفظ می کنند. تاریخ این تلفظ غالبا برمیگردد به زبان و لهجه دوره کوشانیان. ما در کتیبه سرخ-کوتل نیز نام بغلان را به شکل بغدنگ یا بغدنگ می خوانیم که امروز طبق تحولات تغییرات آوایی ت یا دال آن به حرف لام تغییر آوا داده و گاف پسوند آن هم وجود ندارد. پس همین دریدن پس آنها در پارسی کوتاه‌تر شده و به درنگ امروز مبدل گشته.